نوشتن همیشه برای من مقدس بود. همیشه تا فرصتی میشد سری میرفتم یه گوشه دنج، شروع میکردم به نوشتن. شاید به اندازه 2-3 رمان نوشتم و بعد از مدتی سوزوندمشون. راستش همیشه از اینکه یه آدم دیگه فکرامو بخونه واهمه داشتم. از بچگی به شعر علاقه داشتم، اما از اینکه یکی بخواد شعرامو بخونه خوشم نمی اومد. حتی بزرگترم که شدم همین بود. هیچ وقت تمایل نداشتم برم شب شعر که مبادا کسی 4 واژه آهنگین من رو بخونه، بشنوه. حتی خودم با صدای خودم شعرامو نخوندم تو خونه برای خانواده. ترس از شنیدن فکرام باعث شد که هیچ وقت نتونم با جمعی روبرو بشم که براشون بخونم، بنویسم. حقیقتا حتی دوست نداشتم کسی بدونه که حتی چه کتابی میخونم. انگار فکرام، نوشتهام، شعرام باید توی 4 دیواری ذهنم میموند. کسی نمیفهمید. تا اینکه یه روزی به خودم اومدم، دیدم دارم جوونیم رو پشت سر میذارم و میشم مثل کافکا که نصف نوشته هاش رو تازه بعد از مرگش منتشر کردن. نمیخواستم مثل کافکا باشم. البته که من خودم رو خاک پای کافکا هم نمیدونم، اما کافکایی در قواره خودم میشدم. یه بار این ترس رو شکستم که برم شب شعر. 2-3 شب رفتم و دیگه نه. یه چیزی خیلی آزارم میداد، اینکه یه عده فکر میکردن شعرهای خودم نیست. دیگه نرفتم، دیگه نخوندم و هنوزم برای کنج خلوت خودم شعرامو گذاشتم و انتشار اونا با چند تا دوست صرفاً همین. نمیدونم کی بتونم از این کنج بیام بیرون. نمیدونم کی بشه این خلوت رو ترک کنم. کی بشه برم کلاس نویسندگی، کلاس شعر. من تمام دانستهام همشون درونی بود. هیچ کدوم رو از بیرون اضافه نکرده بودم. کی بشه این پیله‌ای که دور خودم تنیدم رو پاره کنم. دوست داشتم یکی از غزلامو همینجا بخونم. خشکیده است در دل عاشق 2 غزل، تا مثنوی است جان دل من چرا غزل. من روزه سکوت گرفتم پس از تو را، این روزه را شکست به یاد تو با غزل. جرم است گفتن غزلی در میان جمع، در آشکار مثنوی و در خفا غزل. بر هر قصیده قیمت 100 من طلا دهند، در این میان چرا تو بگو بی بها غزل. در فکر من 2 بیتی خیام نوش شد، آغوش باز کرده برایت بیا غزل. روزی که مثنوی به جهان نعره میزند، گفتم درون دفتر خود بی صدا غزل. بر شعر نو تمام جهان مبتلا شده، ای بر تنت شنیده جهد
ناروا. غزل دردیست در درون سرم بیدوا شده، درمان دردهای من بینوا. غزل